معرفی با افراد مهم خیلی سخت است. نشستن با افراد مهم خیلی سخت است از صحبت کردن کرده و این یک چانس است. هیچ گاهی کوشش نکنین که توقع داشته باشین که یک مرد مهم با شما یک تایم فکس بانه، با وعده خود وفا کنه و بیایه. او نمیتونه. او درگیر هزار کار است. بناهن اگر شما خواهان دیدن با یک فرد مهم هستین، شاید یک بار با شما ملاقات کنه، ردش کنه. من با رئیس پوانتون خود میخواستم صحبت کنم زمانی که من محصل طب بودم و من 2 هدف داشتم از این صحبت کردن. هدف اولی می بود که من باید رئیس محصلین او پوانتون شوم. هدف دومی می بود که 13,000 افغانی من فیس ماهانه میدادم، این را باید برسانم به 50%. یک روز رفتم گفت رئیس مصروف است. گفتم خیره باز میایم. روز دوم رفتم گفت رئیس مصروف است. گفتم شمارهش برام بده. گفت ما شمارهش نداریم. روز سوم رفتم یک اندیوال دیگه خدا فهماندم که بره بگویه که ما از یک رسانه خیلی مشهور آمدیم و برای رئیست مارکت میکنم، شماره رئیست بده. خوب متوجه باشین که چقدر زحمت کشیدیم. حال او به طرف شماره رئیس دانشگاه را گرفت. حال من فکر کردم که اگر من برای زنگ بزنم و بفهمم که من محصلش هستم، خب باز نتیجه نمیده. با دوستم گفتم که زنگ بزن به ای، برش بگو که ما در اینی رسانه هستیم و میخوایم امرای خودت یک مصاحبه خاص کنیم که فایدهش میرسه به پوانتونی تو. پس تو بیا به او رسانه. آدم زنگ زد، آدم گفت بدو چشم، رئیس پوانتون ما آمد به جایی که من کار میکنم. با مدیر مسئول خود گفتم که لطفاً جایی که مربوط خودت میشه ایره به ما بان، من خودم مدیر معرفی کنم که می آدم برای ما تخفیف بده. مدیر مسئولم که دوستم است گفت صحیح. خب رئیس آمد که می رئیس آمد داخل شد، سعی کرد مرا گفت او بچه تو مسئله ماستی. من گفتم خب رئیس صاحب داخل دفتر تو ما را نمیمانه، مجبور ما شما را داخل دفتر خود خواستیم. همراهش یک دوست دیگه بود، 2 تا مانستر کلان برشان خواستم، اینا را شاندم. حالا گفتم مصاحبه را فکس کنین، یک مصاحبه خیلی جانانه برشان کردم. مصاحبه را باز نشرام نکردیم. بعد از رئیس گفت خب چی کنم برات؟ من برای چی خدمت کردم میتونم؟ گفتم مرا رئیس چیز کو مسئولین کو. حبیب جان شوخی نکنین لطفا، طفل خونه استن. به هر حالتش ببخشین. اینال زمانی که رئیس صاحب آمد و ما گفتم برام تخفیف، گفت 50% تخفیف برات نمیتون، بعد از 30,000 افغانی مایه بده. 10,000 برام معاف کرد. برای دایم احساساتی شده بود، مانستر برش خواندیم، آوردیم مصاحبه کردیم تا پکت گفت این برای دایم شد. گفتم والا یک دوستم دارم، همونجا یک دوستم داشتم در پوانتون، یک 50% به او تخفیف داد. گفت سر از تو بیا مکتوب تا امضا میکنیم، یک اتاق برات میتیم در پوانتون، تو رئیس مسئولین شو. و من بدل شدم برای رئیس مسئولین. پس وقتی با آدم مهم میبینی باید وعده خلافیش تحمل کنی و وقتی باش دیدی او را باید آدم هوشمند معرفی کنی. مثل که من با او مصاحبه ویژه کردم، برش گفتم که تو مهم هستی، پیامش گرفتم که بعد نشر کردم، یعنی چون زیادی زو میرفت باید سرش خرابات کنی و مانستر کلان برش گرفتم 2 دانه که نمیفهم وقت 400 روپیه میشد و به عنوان یک مسئله برای من خیلی چیز بود، اما در بدلش من تانستم هر ماه 10,000 افغانی فایده کنم و رئیس مسئولین شوم. بنابراین خیلی مهم است.